دوستان عزیز السلام علیکم. با شما یک نمود نوک رو نشون میدم. نوکی کلانویدنی میگن روسو، با توجیکیش نمیدونم. یک تا بس است ببینید بو. این در داخل آنم ستیلچه ها هست. این 1 متر بلند نمیشود، یک متر میشود، یک راست میبرد، پنجم نمیزند، در تنی کنداش میبندد. مرحمت با کدومی در کور است. همین نوک ها در فروش است. 100 سومونی با ستیلش میگیرید میبرید و در حولتون میشنونید، در باغتون میشنونید. اگر کدومی مهموناش رو در حیرت گذاشتنی باشد، اگر از همین نوک خریداری کند، این نوک سال آینده نهایت بسیار میبندد. این سال که ما آوردیم کمتر خنگ نظری کردیم، پر از گل بود. همین پر از گل بود. ما سری وقت این رو به زمین نکشوندیم و گلهایش نچسبید. یک تاش چسبید که نشون دادم. همش رو نمیفروشه. میبینیم که چی نوک میشود. های کدومی اگر نغز التماس کند همون نوک دارش هم میدیم. نرخ این نوک 100 سومونی. نرخ همین نهال کلانویدنی 100 سومونی. این رو ما از خارج کشور آوردیم. این تکرار میکنم، این نوک 1 متر بلند نمیشود، یا که 2 متر میشود. راست میبروید، 2 متر هم نمیشود. در تنش چنان بسیار میبندد که حیران میشوید. انا همینجورون عزیز کدامی در کار باشد 988 30 59 99 مراجعت کند. 988 30 59 99. همین ستیلش قطعی میشنونه میبرد و остав از درون ستیل گرفته میشنوند. نوکی کلانویدنی کарлیکوی پقنه این کلان نمیشود. همین گودکتان هم چینده خوردن میگیرد. ممکن 1 متر شود، ممکن 1.80 شود، بسیار نمیشود. این همین 1 متر الا 1 متر میشود. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد. 988 30 59 99 100 سومونی. یک میوه دارو شکدم زوره کند، اگر قیمت تر تیاد میوهش قدیمیتیم.